یک دو روز میشه که ویدیو این دخترک د اکسپلور ما میامد. من کنجکاو شدم رفتم سرچ کردم که باش چی گپ است، چون قبلا هیچ ندیده بودمش در مجازی، ویدیوش نبوده بود در اکسپلورم که فهمیدم قضیه چیست. یعنی خب من ایره دیدم what the fuck، من رفتم کامنت های را خواندم که چقدر دخترها و بچهای بی شخصیت ما در افغانستان داریم. یعنی شما خوار مادر نداری؟ باش که اومدم میخواستم درباره قندولک گپ بزنم. اوکی، ای با خدا که خداست، توبه اعوذ بالله، کدام چیز گناه نگویم. یعنی خدا که خداست نخواد به خاطر گناههای ما اقدر ما را قضاوت کنه، اقدر ما را اذیت کنه که بندایش کار میکنن که خدا جزای کلتان میده. خصوصا از کسی را که مثلا ویدیو دختره که دست به دست کده میرن، یک کم وجدان نداری. فرض کنی امی خوار خودتان است، ای بیخی خوار با هموطنتان است، امی مردم شما را چی می از کلش بگذاریم. آلی یک اشتباه کرد، اوکی، انسان جایز الخطا است، ما کل ما فرشته نیستیم، کل ما در زندگی ما یک خطا کردیم. حتی فرشته ترین انسان روی زمین هم یک خطا کرده در زندگی خود. نه که این قدر یکی را اذیت کنیم در کامنت های از این کتابیری کلش باش که عکساش نبیم در کل. من نمیفهم کل اگه نشته کرده که با کی روان کنم. یک ویدیوگه که از این را دیدم که دست خود زده. what the fuck، چشمایش کاسته خون گشته، از دست گریه کرده، دست خود زده، اوگار کرده. اوکی، بازم در پایینش میبینیم که دختران نشته کردن با کی روان کنم. من چم 6 تا دارم 7 تا دارم، با کی روان کنم. داخل پیج دختر میرم، خودش یک حجابی دختر نشته کرده با کی روان کنم. یک کم وجدان ندارین، نمیشرمین، حیا ندارین. من نمیفهمم همین دخترای کمی گوره میخوره. یعنی شما هیچ نمیشرمی؟ شما هیچ گویی در زندگی خود نخوردی؟ یگانه فرق شما دخترای سگ که از این دخترک ای است که یعنی از این اوکی ویدیوش یک پدرنالت گرفت کشید ولی از شما پت ماند. اوکی، فقط فرق تانی نمیست که از این برامت از شما پت ماند، بس خلاص. کدام فرق زیادی ندارین. اگر شما غر بگوی هر چیز بگوی شما مسته. پدرنالتا کمی وجدان داشته باشین، حیا و شرم داشته باشین. باز برامم گرفتن در اینستاگرام روان کردن که این ویدیوی دختر مثلا بگی سر از یک ویدیو جور کوی، یک چیز بکش از یاد تو گپا. که یک کم شرم کنی. من هر کسی که برای من ویدیو را از دختر روان کرد من کلشان بلاک گرفتم. یک کم شرم داشته باشه، اگه یک کم وجدان داشته باشه، خوار مادر داشته باشه، حیا داشته باشه، چی دختر چی بچه کلت از یک سر میره ویدیو شپاک میکنه. کم وجدان داشته باشین. اوکی، با گفته مادر جانم که میگه که مرد کسی است که او دنیای خدا نگاه کنه، این دنیا رفتنی است. مرد کسی است که او دنیای خدا نگاه کنه. اوکی، پرده دختر مردم بکنی که پرده خودتان و خوار مادرتان یک روز خدا بکنه. فهمیدی؟ شما اقسم بیابی مندازی به خاطر یک دختر اوکی که هیچ چیزتان نمیشه. من نمیفهم چی گفته. شما اقسم قضاوت میکنین و میگیرین هر چیزی هر جای مندازین. به خدا آدم میبینه دلش کباب میشه. what the fuck. باز کاش که کلان دختر باشه کل چیزا بفهمه که یک اشتباه کرده باشه تو بزد کرده باشه. نه، منی ویدیو کاشه که گپ میزنه. اوکی، من دیدم کلش از یک سر، یعنی نمیفهمه چی میگه. ایقا خورده است. اوکی، در دلش درد است، میخواد یک چیز بگویه. اوکی، که یعنی قضاوت بی جای نکنین، اما نمیتونه گپ خود برسانه. یک کلمه گپ از یک جای میگه باز گپش یادش میره دیگه جای مندازه. خب این قدر یعنی خورده است، این نمیفهمه. اوکی، این قدر خورده است، نمیفهمه. اشتو کسانوز شما اینقدر بیعقل هستین. هر پدرنالت که ویدیو از ایره داره و تیت کده میره، برین پاکش کنین. اول از سر خود شروع کنین، از موبایل خود پاک کنین. او بر شما هیچ فایده نمیرسانه که این ویدیو این دختر را تیت کنه. یعنی یک روز میره میزنه خودم میکشه. از وجدانش کشیده میتونی؟ با قرآن اگه بتونی کنتان پاره میشه. بری کلتان از موبایلتان پاک کنی. کسی که براتان روان کرده او را بگوی که پاک کنه. بو از او خواهش کنی که نفری که بر از او رای کرده را هم بگوی پاک کنه. اما قسمی که دست به دست شد، اما قسم پس اکوی مثلا چیزش کنه، چی میگن،
این همه قسم پس پاکش کرده برین، یکی بعد هر کی براتون روان کرده اول خودتان پاک کنه، باز او را بگوی پاک کنه، باز او را بگوی که نفری که برش رای کرده او را بگوی پاک کنه. هر کس وجدان داشته ما خود نمیتونیم به زور بریم از موبایل کلگی پاکش کنیم. اوکی، ولی واقعا شرم است خدا را بالای سرتان ببینی. خدا اینجا است که قضاوت کنه و جزا بده کل چیز. اوکی، نه که شما بنی آدم هست، شما هر کدامت یک گو خوردید از زندگیتان. اوکی، لازم نیست که بگیری گویی که خودتان خوردید را سر مردم عقدایش سر مردم بکشی. فهمیدی؟ اول از تلفن‌های خودتان پاک کنید، بعد از آن کسایی که براتون رای کده را بگوی پاک کنه. اوکی، اگر کس وجدان داشته باشه کلگی پاک میکنن. اگر کمی شرم حیا وجدان داشته باشه میرین پاک میکنین و یک دختر اقسم اذیت نمیکنین. فهمیدی؟ یا هنوز معصوم است. اوکی، اشتک است، خرد است، این چیزا نمیفهمه. اوکی، 18 باشه 19 باشه، به قرآن اگه از زیادش 19 باشه بشرمه سر یک قشتک. این ظلم زیاد است. وقتی من در کامنت های از دختر داخل میشم واقعا متاثر میشم به اینکه من افغان هستم. اینقدر بی غیرت و میبینیم که اینقدر بی غیرت و بی حیا، دخترای بی حیا و بچهای بی غیرت در وطن ما داریم دور از خوبا باشه. بیخی میشرمم که قدر بی غیرت و بی حیا ما در وطن خود داریم که هر چی بگوی کلش در کامنت های نمی دختر باریدن. شما خب بیای بی غیرت ها و بی حیا باره، یعنی بدار میگم. اوکی، کسایی که این کارا را میکنن در حق دختر، شما بیای دختر قضاوت کرده بره، باز خدا و او بزرگیش بالای سرتان شما پدر نالتا را یک روز قضاوت میکنن. اگر کمی وجدان داشته باشه تک تک کسایی که این ویدیو را داره کلت میری پاک میکنه. اگر خوار مادر داشته باشه میری پاک میکنه. غیرت هم خوب چیز است. با دخترای پدر نالتی هم که ویدیوی از زیر بگیره نشن میکنه، با شما دخترای سگم کمی حیا داشته باشه، اقا مادر خطا نباشه.